بعد 5 سالم رفتم زندان. دشمن داری؟ دوست دشمن که همیشه از هر کسی. نه منظورم اینه که اینجوری که الان داری تعریف میکنی آدم احساس میکنه یه عده‌ای نخواستن که تو اون اتفاق خوبه برات بیفته و اون پروژه زندان انگار شروع شد. همیشه هست، هم دوست هست هم دشمن هست. 5 سال کم نیست. دیروز یه چیزی به من گفتی من 5 سال یه دونه میوه نخوردم. یعنی بالاخره روزای سختی رو گذرونده از جهت جسمی و از جهت فکری. بله خب زندانه. روزای سخت عجیب و غریب با فشار و استرسی که حکمی که گرفته بود همه اصلا که تو رسانه‌های حالا زردم خیلی پروپا چیزای عجیب و غریبی در موردش می‌نوشتن که چرا رفتی زندان؟ چرا اینقدر طولانی شده؟ الان تبرئه شدی یا چی؟ نه سر این مسئله شخصی بود بار اول. بعد زندان رفتم. بعد کلاً تقریبا 3 سال و نیم پرونده‌ام باز بود. کرگی شاکیه بیاد چه خواهد. بعد از 3 سال تو این 3 سال و نیم تو زندان بودی تو داخل؟ 2 بار زندان رفتم. یه 3 سال و نیم رفتم، بعد 1 سال و نیم، 1 سال و 6 هفته. پرونده‌م اون بار اول باز بود که خدا رو شکر کسی شاکی نشد و بعد شاکی مدعی العموم بود. بعد از اون اولش که افساد فی الارض گرفتم، حکم افساد فی الارض. بعد از اون که دیگه خدا کمک کرد و با دعای مردم و دعای خانواده و اینا حکمم شکسته شد 10 سالم 5 سالشو کشیدم. بعد دیگه بنابراینی که تو زندان خوب بودم و داستانی درست نشد و فلان اینا، قاضی لطف کرد دیگه با عفو مشروطم موافقت کرد اومدم. یعنی 5 سال دوم بخشیده شده مشروط به این که اتفاقی تکرار جرم بشه. خانومم خیلی اذیت شد، مادرم یعنی که بعد از چند سال مادرم رو دیدم تو دادگاه، من ماسک میزدم کسی منو نبینه. از پلا داشتم میرفتم دیدم پیرزن داره میاد جلوی من. خب دیدم اصلا داره نزدیکتر میشه. خدایا کی؟ بعد یعنی دیگه فهمیدم که میخواد منو بغل کنه. تو ذهن خودم بودم طرفدارم باشه نمیاد منو بغل کنه. بعد از زیر ماسک چجوری منو شناخت؟ یعنی به جون بچم مثلا نشناختم مادرم، انقدر پیر شده. شاید بگم مثلا 10 کیلو کم کرده بود. مثلا دیدمش اصلا حالم بد شد. خیلی سخت.